بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الشمس مکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس، قسم است به آفتاب، و ضحاها، و قسم است به روشنایی آفتاب، و القمر، و قسم است به مهتاب، اذا تلاها، وقتی که بعد از آفتاب ای بیایه، و النهار، و قسم است به روز، اذا جلاها، وقتی که آشکار کنه روشنی خود را یا روشن بکند آفتاب را، و اللیل، و قسم است به شب، اذا یغشاها، وقتی که پنهان بکند امی آفتاب را به تاریکی خود، و السما، و قسم است به آسمان، و ما بناها، و به آن ذاتی که آسمان خلق کرده، و الارض، و قسم است به زمین، و ما، و آن ذاتی که طحاها ایره هموار کرده، و نفس، و قسم است به نفس، و ما سواها، و به ذاتی که ایره مساوی و درست خلق کرده، فالهمها فجورها و تقواها، باز الهام کرد بر ازو، تعلیم داد بر ازو فجورها، نافرمانی ها و زشتی های ازو، و تقواها، و تقوا و خوبی های ازو. این قسم ها را الله یاد کرد. با این قسم های زیاد الله چی میگه؟ الله میگه قد افلح من زکاها. این جواب قسم است. یقینا کامیاب میشه کی؟ کسی که زکاها، نفس خدا پاک و تزکیه کرد از شرک، تزکیه اعتقادی، تزکیه اخلاقی، تزکیه فکری، تزکیه معنوی. و قد خواب، و یقینا که برباد شد من کسی که دساها، با نفس خود دسیسه کرد، نفس خود در غلطی ها داخل کرد. کذبت ثمود بطغواها، سرکشی کرد ثمودی ها با سرکشیشان. اذ انبعث اشقاها، وقتی که قیام کرد اشقاها، بدبخت و کلان شقی از اینا، کلان از یا خیست و در مقابل پیغمبر الله استاد شد. فقال لهم، برشان گفت رسول الله ناقة الله، ای شتر الله هست، معجزه هستی غرض نگیرین. و سقیاها، و برزی نوبت آب بتین. فکذبوه، باز اینا تکذیب کردن پیغمبر را. فعقروها، باز کشتن او شتر معجزه را. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، پس عذاب آورد بالایشان ربشان، بذنبهم، به سبب گناهشان. فسواها، باز اینا را با خاک یکسان برابر کرد. ولا یخاف عقباها، و الله متعال کدام ارج نمیته به عاقبت از این چیز، یعنی از عاقبتش نمیترسه که چی میشه، تکت تکیشان میکنه و نابودشان میکنه.